سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه عشقای دلم و همون جوری که بهتون قولشو داده بودم اومدم با یه ویدیو خفن دیگه از نظر دادن به یوتیوبرای مایکرافت. پس بچه ها بدون هیچ معطلی لایک و ساب و بزنیم و حتما زنگوله پایینش هم فعال کنین. بزن بریم دنبال ادامه ویدیو. لیتس گو. خب ما اولین نفری که میخوایم بیاریمش داخل این ویدیو رو زولبیا انتخاب میکنیم. بچه ها زولبیا این یک پلیر مایکرافته که تو شورت ویدیو واقعا کارش عالیه، تو همه چی کارش عالیه. یک پلیر پر انرژی و واسه مخاطباش واقعا یک چیز خیلی عادی و در دسترسشون میذاره. واقعا من بخوام اگر نمره به زولبیا بدم کمتر از 8 بهش نمیدم. حالا بعضی جاش مثلا اگه ویدیو طولانی زیاد نمیذاره، فقط تو کار شورت ویدیوه که البته نکات آموزشی مایکرافت رو میذاره و خیلی برای تازه واردا جالبه. من بخوام براش بگم همون 8 یا 8.5 رو بهش میدم. پلیر بعدی کسی نیست جز عمو حیدر واقعا کارش عالیه و مثل زولبیا نکات آموزشی هم تو پیجش میذاره و تو شورت ویدیو خیلی کارش درسته و خیلی چالش های سمی و جالب و واسه بینندگانش ارائه میده و به نظر خودم من اگه بخوام براش نمره بدم، حالا شاید کمی واسه ویدیوش انرژی خرج نکنه یا مثلا انرژی نداشته باشه، واسه همین من به نظرم 6.5 میگیره. آره 6.5 به نظرم مناسبشه. بچه ها حتما تا آخر ویدیو باشین چون پلیرهای خیلی خفنی رو میخوام براتون بیارم. خب بچه ها پلیر بعدی که میخوام واسهتون بیارم کسی نیست جز عمو تیمسار تو چیز کامنتی فری چی میگم چی زیر میزنم تو کامنتی مایکرافت واقعا قوقا کرده و بالا سنترین چی میگن سن بالاترین پلیر مایکرافت و یه جورایی پدر مایکرافت برای ما ایرانیا محسوب میشه. حالا من نظر شخصی خودمه و به کسی هم بی احترامی نمی کنم. این ویدیو نکته فان داره. عزیزم چرا اومدی اینجا؟ برو گوزلی عزیزم، برو با مامانت، برو بدو خوشگلم. ببینید بچه ها تو چیز کامنتی مایکرافت واقعا خیلی کارش درسته، ولی خب دیگه چون سنش بالاست و سنش به این بازی نمیخوره و بخوام براتون بگم تاملینش هم یک کمی قدیمی یا چطور بگم یک کمی بچگونه شده. ببینید بچه ها من به کسی بی احترامی نمی کنم، من نظر شخصی خودم رو میگم. شاید بعضی ها بگن نه خیلی تاملیل قشنگه، من به نظر همه تون احترام میذارم 100%، ولی خب نظر شخصی خودم برام مهم و من اگه بخوام بهش نمره بدم 5 میدم. 5 واقعا، چون اصلا ساب از چیز از نیاز لایک و ساب کردن و اینا کلا نیازی نداره چون همه اینا رو داره. ولی خب دیگه بهتون گفتم که سنش بالاست، سنش به این بازی نمیخوره یا مثلا تاملیلاش کمی قدیمی شده، کلا کمی به در این گیم نمیخوره، وگرنه من بهش احترام میذارم و جای پدر منه و خیلی براش احترام قائلم. و بریم واسه یوتیوبر بعدی کسی نیست جز لیموتی داداشم. لیموتی داداش چطوری؟ یعنی لیموتی جان دلتنگتم ناموسن.
لیموتی بچه هاتون یه هارکور پلیره و 100% مپ هارکورش اندازه بخوایم رو زندگی واقعی خودمون حساب کنیم حداقلش من الان باید 20 سالم باشه بچه ها. لیموتی یه واسه ویدیوهاش انرژی خوبی میذاره و تو فان و این چیزاست و مخاطباشو به خنده میاره و خیلی پر انرژیه و من بخوام نمره بهش بدم از 10 من بهش 8.5 میدم. واقعا 8.5 لیاقتشو داره. تاملیلاش عالیه، فقط لایک و ساباش یه کمی پایینه که اونم ایشالله خودتون بچه حمایتش میکنین و همینجور که دارین اونو حمایت میکنین یه ساب کوچولو و یه لایک کوچولو هم بزنین، چیزی ازتون کم نمیشه بچه. فقط منو خوشحال میکنین و قبل از اینکه ویدیو منو نگاه میکنین و بعد از اینکه ویدیو تموم شد حتما نگاه لایکاتون میکنین. بعضی جا لایکاتون میپره بچه ها. واقعا من درک از این موضوع ندارم، خیلی دارم هرس میخورم که تو سوروایو یا هارکور بودم. به خدا الان این چیزه بگو دیگه، این بابا همین دیگه روستای به خدا نبود، به خدا نبود. ویلیجره نگاه من چی داری میگی اصلا؟ آقا ولش کن، جدا از بحث نمیشه. یوتیوبری که بعدی که داریم کسی نیست جز دکتر کریپی پاستا. ویدیوهاش عالی هن تو کار ماینکرافت ترسناک و کریپی پاستا هایی که افسانه شدن یا که افسانه میخوان بشن یا که کلا افسانه نبودن، یه کریپی پاستا های چرت و پرتی بودن که تبدیل شدن به ویروس و حالا یه چیزای چرت و پرتی که تا چند وقت پیشم داشت مپی که اولین کسی که هیرو براین رو داخلش دیده بود و داشت تموم میکرد که متاسفانه خود هیرو براین اومد و خفتش. حالا من درست کامل نگاش نکردم بچه و حتما بریم به چنلش سر بزنیم، ویدیوهای خفنی رو میذاره واسه عشقای وحشت، واقعا عالیه واقعا. ولی خب اون کسی که آخرین نفر میخواد بیاد اون عشق خودمه، با خودم در ارتباط، کامنت های منو میخونه و با هم در ارتباطیم و شاید باورتون نشه بگین واسه کسی که 5 تا ساب داره و تازه یوتیوب شروع کرده چجوری میتونه این یوتیوبر بزرگ را باش یکیشه یا باش اوکی باشه. ولی خب حالا میبینین این یوتیوبر کسی نیست جز نه هنو به کریپی پاستا امتیاز نداریم، خوشگله و باید بارش یه امتیاز خوب رو در نظر بگیریم که گذاشتم و 9 بهش دادم چون واقعا لیاقتشو داره. عزیز دلم ماچ به گله همه تو. اون یوتیوبری که میخواستم معرفیش کنم و داداشیمه و من نمیخوام چیزی بهش بگم و میخوام غافلگیرش کنم. میخوام این ویدیو رو شورت ویدیوش کنین یا هم که دست به دستش کنین و ادیتش بزنین تا برسه به دست خودش. این کسی که من راجبش دارم حرف میزنم کسی نیست جز علی دامبل بزرگ. علی دامبل بزرگ، شیرمرد ایران، عزیز دلم. ببین این پسر ماهه، این مرد ماه یعنی ماه بذاری اینجا، ماه نومونداجا رو بذاری میشه خودش اقد شده هسته هلوه یعنی اقد این ماهه. لحاظ همه چی عالی، تاملیل عالی، از همه لحاظ همه چی. شارژ کریپر هم اینجاست یه کرمی بهش بریزیم بچه. از همه لحاظ بابا بچه این نمیتره که ولش کن. از همه لحاظ عالیه. من واقعا نمره 10 از 10 رو بهش میدم چون بلودیم دوستش دارم از ته قلب.
حرف خودشونو دارن. باید حالا من که هیچ کارم، ولی خب دیگه باید نقاط ضعف خودشونو بگیرن و بدونن دارن چی کار میکنن که مخاطبای بیشتر جذب خودشون بشن. خب بچه ها، این هم بود از این ویدیوی ما. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و دوباره میگم بچه ها لایک کنین، ساب کنین، زنگوله هم حتما بزنین که زودتر به 50 تایی برسیم، بتونم واسهتون ویدیو که نه لایو براتون بذارم. شارژ گوشی من شانس ما تموم شد. و این گلم میخوام تقدیم کنم به همتون، دور تک تک تو بگردم. بچه این روز نمیشه، یه دقیقه واسه روزش بکنم. دور همتون بگردم. 5 تا ساب داریم الان. میخوام 5 تا گل به افتخار همتون بذارم. خوشگلای منی شما فقط تنها کاری که کنین به دوستاتون منو معرفی کنین تا منو دنبال کنم و بتونم واسهتون لایو بذارم. بچه ها حتما قبل و بعد ویدیو لایکاتون رو نگاه کرده باشین واسه ساباتون، چون بعضی وقتا یوتیوب لایک و سابا رو میپرونه. پس بریم که 5 تا گل رو به افتخار همه شماها بذاریم.